پس از جنگ منگل، امیر که دیگر لقب شاه را اختیار کرده بود، از دسامبر سال 1927 تا جولای 1928 سفر بزرگ را آغاز نمود و در آن از هند، مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، آلمان، بریتانیا، لهستان، شوروی، ترکیه و ایران دیدار کرد. پسر شاه، احسان الله افغانستان، که در تمام عمر از آغوش وطن دور و در تبعید در اروپا بزرگ شده است، میگوید که شاه امان الله فقط به سیر و سیاحت نپرداخت. او میخواست از این موقعیت برای معرفی افغانستان و جلب کمک‌های خارجی استفاده کند. آن سفر برای این بود که تمام چیزها را که این طرف و آن طرف می‌دیدند می‌خواستند در افغانستان پیاده کنند، که افغان‌ها یاد بگیرند که مملکت چطور پیشرفت کند. دلیل سفر فقط آن بود که اینطور نبود که فقط برای دیدن مملکت‌ها سفر کنند. شاه در این سفر جهان را با نیاز و غرور کشورش آشنا ساخت و سخن جهانگیر دوری که پدرش مترجم پادشاه در جریان سفر او به روسیه بود، شاه در قصر کرملین سخنرانی کرد. امان الله خان اولین پادشاهی بود که در کرملین، یعنی در جایی که حزب کمونیست بود، سخنرانی کرد. پدر من درباره سخنرانی او خیلی خوب تعریف میکرد. در واقع وقتی که امان الله خان به روسیه آمد، او خیلی چیزها را از اینجا به همان طوری که شما میدانید در افغانستان رفرم های خیلی زیاد را انجام داد و میخواست که افغانستان به اروپا، روسیه نزدیکتر شود. و البته ملاها و روحانیون با او مخالف بودند و بعدها بالاخره او را برداشتند. پس از سفر بزرگ شاه، محدوده اصلاحاتش را گسترش داد. دکتر احمد جاوید در این رابطه میگوید وقتی امان الله خان از سفر اروپا برگشت، به اصطلاح جنونش به اصلاحات و ترقیات بیشتر شد و دست به اقدامات و کارهای زد که به مصلحت نبود. سفر او تأثیر کرده بود و مخصوصاً به خاطر مذاکراتی که در انگلستان انجام داد، احساس خطر میکرد که انگلیس ها او را از بین ببرند و به آن خاطر، طوری که خودش گفت، خواست این بذر و تخم ترقیات را بی صبرانه بپاشد تا در آینده ثمر و نتیجه به بار بیاورد. تمدن غرب شاه امان الله را شگفت زده ساخت. شور و شوق برای اروپا ساختن کشور در فرصت کوتاه ذهن او را کاملا اشغال کرده بود و این به قیمت بزرگ برای سلطنت و مردم تمام شد. شاه امان الله پس از سفرش به اروپا آدم دیگری شده بود، شتاب زده و فاقد حس دورنگری در نتیجه قضاوت مردم درباره او تغییر میکرد. سید محمد حسین، سرباز جوان گارد شاهی وقت، آن روزها را به یاد می آورد. وقتی که امان الله خان از خارج از سفر اروپا آمد، اولین کوشش او همین بود که در افغانستان ترقی و تمدن را بیاورد. لیکن یک ذره وارخطایی کرد. مردم گفتند که امان الله خان کافر شده، کریستیان شده، لاتی شده و از این قبیل حرف ها را شایع ساختند. در سال 1927 و 1928 شاه امان الله دست به بعض اصلاحات نمایشی زد. این اصلاحات که ظواهر جدید را جاگزین برخی رفتارهای اجتماعی سنتی و عرفی مردم میکرد، و گفته دکتر محمد اشرف غنی احمدزی این تصور را به وجود آورد که شاه با تحمیل اصلاحات از بالا میخواهد دولت را از چارچوب اسلامی و بستر فرهنگی آن خارج سازد. چیزهای نسبتاً کوچکی بود که تأثیرات نهایت زیاد داشت. مثلا تغییر لباس. دلیل امیر بر این تغییر لباس به شکل اروپاییش این بود که لباس اروپایی محدود به گروه یا قومی در افغانستان نبود. بنابراین امکان این که تمام مردم افغانستان شکل واحد به خود بگیرد زیادتر از لباس اروپایی تأمین می شد. اما عکس العمل در برابر آن این بود که از چارچوب عمومی کلتوری فرهنگی ما جدا می شویم. همچنان کشف حجاب، وقتی که ملکه حجاب خود را برداشت، این زمینه را برای عده مردم فراهم ساخت که
این را به اشکال افراطی به مردم نشان بدهند. و نکته سوم هم این بود که در اثر بعضی از این حرکات ریفورمی که نهایتاً شکل سطحی داشت، مردم اینطور برداشت کردند که این اصلاحات جای اینکه با رضایت مردم قبول شود، به زور از بالا تحمیل می شود. سید قاسم رشتیا به این نظر است که جامعه آن روز افغانستان در شرایطی نبود که این اصلاحات را هضم کند. جامعه افغانستان یک جامعه نیمه فیودالی و عقب مانده و فقیر و بیسواد در حال پریشانی بود و به انواع تفرقه ها گرفتار بود. به این سبب اصلاحات در سطح انجام شد و نتوانست به عمق جامعه نفوذ کند. غربگرایی و گرایش به جنبه ظواهری رفرم ها جامعه سنتی را ناراضی ساخته بود. اما عزیز نعیم به این باور است که ارتجاع و استعمار هر دو از طریق مقابله با این اصلاحات زمینه سقوط شاه امان الله را فراهم آورد و کشور را چندین دهه عقب راند. مفهوم ترقی نه تنها نزد امان الله خان بلکه نزد تمامی زمامداران دنیای سوم همین دوره، مثلا مصطفی کمال آتاتورک و رضا شاه، اروپایی شدن بود. مخصوصاً پس از سفر اروپا این رفرم ها بیشتر شکل رادیکالی به خود گرفت و این حرکت ها قشر سنتگرای جامعه را تا حد متأثر ساخت. یک عده هم به این رفرم ها منافع خود را در خطر دیدند و معلوم است که انگلیس ها هم دل خوش از امان الله خان نداشتند. همه نوامل دست به دست هم داد. استعمار و ارتجاع زمینه را برای توقف رفرم ها و برای سقوط دوره امانیه و تمامی دستاوردهای آن به وجود آورد و در نتیجه افغانستان برای اقلاً 30 تا 40 سال دیگر عقب افتاد. پسر شاه احسان الله افغانستان میگوید که مخالفین با جعل تصاویر نیمه برهنه مادرش ملکه ثریا و وارونه جلوه دادن هدف دیدار پادشاه با پاپ در واتیکان او را به روی گردانی از اسلام متهم ساختند. انگلیس ها با استفاده از سر مادرم و تن دیگران عکس‌های ساختگی نیمه برهنه را چاپ کرده بودند و در بازار کابل پخش کردند و گفتند شاه خانم کارهای بدی کرده و موضوع دیگر این که در آن وقت رسم چنین بود که هر کس بر روم می رفت با پاپ در واتیکان ملاقات می کرد. اعلیحضرت امان الله خان و همراهانش نیز با پاپ دیدار کرده بودند و عکس گرفته بودند و به همین سبب گفته بودند که امان الله خان عصبی شده است. علاوه بر این آنچه که دکتر جاوید توضیح می دهد، رقابت ها و مخالفت های خانوادگی و قومی نیز در سقوط شاه امان الله بی تأثیر نبود. از یک طرف مخالفت های درباری ها و دیگر طرف خانواده نادرخان، از طرف دیگر عموی اینها نصرالله خان نایب السلطنه که در زندان فوت کرده بود. خواهی نخواهی هواخواهان نصرالله خان هم از امان الله خان رنجیده خاطر شده بودند و نظر نیکی نداشتند. دیگر خود خانواده هم از امان الله خان خاطر خوش نداشتند و دلیل که تنها حق ماهانه نسبی که اینها داشتند آن را لغو کرده بود.